فیلم‌ها دیده بودم که هر وقت پسره تصادف میکنه باباش میگفت قربونش برم داره با تجربه میشه. اون وقت من خام، من بی تجربه، نه صبر کن بینم بابا ولش کن، خونتو کثیف نکن، داستان رو تعریف کن، چه زود عصبانی میشی. من یه بار زنگ زدم به بابام گفتم تصادف کردم، گفت یه خط رو ماشین افتاده باشه فکت پیاده است، با دست خودم تیکه پارت میکنم. بهش گفتم بابا ما که اصلا ماشین نداریم، یه موتوری بهم زده تو بیمارستانم، تا آخرم نیومد بیمارستان ملاقاتم، به خودم زنگ زدم بهش گفتم نمیخواد کمپوت گلابی بیاری، فقط خودت بیا. اون وقت اومد. تو اولا خدا رو شکر کن که اومد، دوم فکر کردی برای بسیجی مشنگم که نفهمم منظور چی بود. تو داری میگی کارهایی که به بقیه اومده به این عضوای بدبخت بیچاره نیومده. بحث تغییر کاربردی نهاداست دیگه. آی دکتر هنوز تمام نشده بود، زود قضاوت نکنین. میخواستم بگم بعدن هم که قصه ماشین خرید تو زمستون میخواست ماشین رو روشن کنه که گفتم صبر کن، اینم تو فیلم ها یاد گرفته بودم. رفتم لگد زدم به ماشین که گربه ها بیان بیرون، رنگ گلگیر رفت، اونقدر کتکم زد که گربه ها وساطت کردن، گفتن به خاطر ما نکشش. اولا بار کلام مرحوم ابوی که از اول میدونست که تو بالاخره یه روزی اون ماشینا رو خط میندازی. دوما اینجا قراره منم مرحوم ابوی بگم تو دور ورزشی واسه خودت ناکس. سوما من که فهمیدم دوباره داری مقام عظما رو میگی که الان به یمن فعالیت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه مشنگمون رابطهش با اروپا داره یه طوری میشه که فکر کنم آمریکا باید بیاد وساطت بکنه که ولش کنن. البته من دارم سربسته صحبت میکنم. حالا شما فکر کردی من بسیج مسنگم که دیگه نفهمم منظورتون 6 دیپلمات اروپایی بود که برای هشدار به نظام اومدن ایران؟ این خودش از سوالاتم بود. اولش اون عراقچی مشنگ یه طوری گفت که همه فکر کردیم 6 تا دیپلمات رو احضار کرده دعوا کنه، بعد معلوم شد اینا اصلا تو ایران نبودن، اونا از خارج اومده بودن گوش اینو بکشن. اونم چه گوش کشیدنی، آخرش بلند شد در و همچی کوبید که در خط افتاد. این حکایت ماشین بابا جیکم نمیتونه بزنه الان چون ریش گیره. حکایت پسر است که بابا شطرنج بازی میکرد، بابا گفت یا مات میشی یا پول تو جیبی خبری نیست، یعنی دوراهی ذلت و خفت. ولی الان که هم ذلت نصیبمون شد هم خفت، پول خبری نشد، مات هم شدیم آی دکتر. خب دیگه این هنر اون عراقچی و ظریف مشنگه. بحث رو عوض میکنم آی دکتر. داستان کنفرانس کابوسناک ورشو، از یه طرف به من میگین بگو مهم نیست، از اون طرف آه و بابلا همه تو نظام راه افتادای. تو چرا گیج بازی در میاری این وسط؟ دستورالعملم که بهت میدن نمیفهمی که باید چه کار بکنی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه رانندگی میکرد، رسید به تونل دید نوشته قبل از ورود به تونل چراغ‌ها رو روشن کنیم، زد کنار از ملت میپرسید ببخشید چراغای تونل از کجا روشن میشه؟ روشن شد یا منم برم از ملت بپرسم که چراغ تونل چجوریه، یا ولت کنم که بری تو تونل تاریک؟ کاش برم تو تونل تاریک قطارم بیا از روبرو بیاد، ولی اقلا میدونم از چی میترسم. اینجا از چی میترسیم؟ تو میخوای منم بشم اون بروجردی مشنگ که صاف صاف گفت از چی میترسیم؟ آدرس دشمن برانداز رو بدم برام؟ نه خیر نمیخواستم وارد این بحث بشم. سوالم این بود که پیش بینی شما از نتایج این کنفرانس چیه؟ خوبه حالا نمیخواستی وارد بشی که اینا رو گفتی. سربسته بهت میگم که دیگه دنبال نتایجش نباشی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که یارو رفت پیش فالگیر گفت تو مسابقه بوکس امشب برنده میشم یا نه. فالگیره نگاهی که گفت عمرن غیر ممکنه. طرف گفت تو که هنوز کف دست منو ندیدی. فالگیره گفت هیکل زپرتی تو که دیدم. روشن شد یا برفستمت بری تو رینگ؟ آیه دکتر بمیرم برای مقام عظما که پشمی به امامش نمونده، میاد مجمع تشخیص مصلحت رو بگیره تو چنگ، مجلس میزنه تو پوزش، مجلس رو میچسبه مجمع در میره. آره دیگه زبون علی مطهری و تاجزاده و اینا که دراز میشه باید بدونی که پشت کسی به جای گرم نیست، پشت عظما سرد شده. من از اولش گفتم که بعد برجام هسته‌ای نوبت موشکیه، بعدش هم میره تا خود عظما. یعنی شیخ فری هم مثل همین هاست؟
شکوه میکنه که آزادی رسانه تو کشور نداریم، انگار خودش رئیس جمهور یک کشور دیگه است. ولش کن اون بدبختو بابا، ولش کن. قاطی کرده زیر فشار. این مال دنده عقبای پشت سر هم و تونتوندیه که داریم میگیریم. از اون برون منتظری دادستان مشنگ یه هارت و پورتی کرد که آی دست قطع میکنیم پا میبریم، ریخت در سرش، فکش بیاده شد، گفت غلط کردم، اینطوری نگفته بودم. همچین تند عوض کرد که شد عین مگس که هم عسل میخوره هم لجن، فازش معلوم نیست. از اون برم که خب شیخ فریه، هم باید همین حرفا رو بزنه دیگه. خب شیخ فری ولی حواسش جمع بود که نگه فیلترینگ بده، گفت فایده نداره. ولی مگه اینا شعورشون نمیرسه وقتی عمود خیمه فزرتی بشه کل خیمه میخوابه؟ نه دیگه، بدبختی همینجاست. شعورشون نمیرسه که خودشون هم سوار همین اتوبوسن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بادو. عرض میکردم بله، میفهمودن یارو تو سرپاینی عرق ریزون دنبال اتوبوس داشت میدوید. یه مسافر کله رو پنجره کرد بیرون، یه پوزخندی زد و گفت فکر نکنم برسی. یارو گفت دعا کن برسم، وگرنه فکت از این آسفالتی که زیر پای منه صافتر میشه. راننده اتوبوست منم. آی دکتر، شما مقام عظما رو کردین یه راننده دونده پشت اتوبوس تو سرپاینی. از خدا بخوام گفت برم اقلا اتوبوس رو میبینه کجا داره میره. مقامو کردم نمیدونم کدوم داره میخوره. اینا چرا تو میگی؟ به دنبال اتوبوس